وقتی نام پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده می شود، در ذهن انسان یک شخصیت خیلی بزرگ می بیاید و واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه جنبه های حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ بودند و یک جانبی که شاید اکثریت مردم از آن بخبر باشند، پیامبر صلی الله علیه و سلم از جوانی تاجر بودند و در تجارت پیامبر صلی الله علیه و سلم همه نازکی هایش را پیامبر صلی الله علیه و سلم که در بازار بودند، در خرید و فروش، و خدیجه رضی الله عنها مادرمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم همکاری تجارتی داشتند و سفر میکردند پیامبر صلی الله علیه و سلم، از همه نازکی های بازار و بعضا آن نیرنگ هایی که تاجرها میکردند در تجارت بود، فریب و نیرنگ ها بود، از همه نازکی هاش پیامبر صلی الله علیه و سلم با خبر بودند. و این سلسله برنامه‌ای که ما یک چند نوارها کردیم در تجارت، آن را ادامه میدهیم. خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه نازکی های تجارت با خبر بودند، امروز باز یکی از حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث مبارک که تاجران را آگاه نموده، یکی از نیرنگ هایی که حتی زمان ما و شما خیلی پنج شده است، خیلی خطرناک است، پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن آگاه کرده در حدیث مبارک خود: نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن النجشی. پیامبر صلی الله علیه و سلم از نیرنگ نجش من کردند. نجش چی است؟ نجش خیلی که اهل علم بیان کردند، یک انسان با فروشنده اتفاق میکند و در بازار می ایستد، هنگامی که خریداران می بیایند بر دروغ خودش را همچون خریدار وانمود کرده، نرخ را به نیت برداشتن نرخ چیکار میکند؟ میگوید بیا من فلان نرخ میدهم برای تو و این را از تو میخرم. گفته بر دروغ اصلا نیت خریدن ندارد، چیکار میکند؟ نرخ را میبردارد. و شخصی که در درون بازار است، همراه تاجران است، در تجارت است، از این نازکی ها و از این حیله و نیرنگ بعض تاجرانی که پست صفت هستند، از آنها باخبر میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این چیز آگاه کرده، گفتند شما این کار را نکنید. و تا حتی یکی از صحابه عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنه گفتند الناجش آکل الربا خائن. گفتند که انسانی که با همین کار مشغول می شود، او چی است؟ مانند شخصی که ربا می خورد، خیانتکار است. و در روایت دیگر گفتند ملعون، لعنت کرده شده است. انسانی که بر دروغ می بیاید خودش را همچون خریدار وانمود می کند. یا بعضی تاجرها مثلا زنگ میزند، به میزاج زنگ میزند، میگوید که یک خریدار برآمده ایستاده است، شما واقعا خریدار هستید یا نیستید؟ اصلا خریدار کو نیست، اما بر دروغ تا اینکه همون میزاج، همون خریدار، مثلا بعضی نفرها خانه میفروشند، ماشین میفروشند، بر دروغ میگوید که حاضر یک نفر فلان پول کرده ایستاده است، یک نرخ بلندتر را گفته، بر دروغ گویا خریدار را چیکار میکند؟ سراسیمه میکند و خریدار گویا که خریدارش خیلی زیاد است و چیکار میکند؟ بر دروغ همین خیل مالش را میگذراند. یا چه خیلی که گفتیم امروز خیلی همین پند شده است. گفتیم چه خیلی پند شده است امروز در پلی مارکت ها، یک نفر بارش را در آنلاین فروش میگذارد و یک چند دوست هایش را میگوید که در آمده تو چیکار کن، در شرح در آدزیف نویس که من خریدم خیلی خوب است. گفته نویس. امروز اکثریت ما و شما یک جا را، حتی آشخانه است یا یگان کارخانه است یا یگان بار است، میدرویم اول چیکار میکنیم؟ اول آدزیف را میخونیم که کنی مردم چی گفتند. پیشتر از دوستش، از رفیقش میپرسید تو چی میگویی، همین چیز را خرم نخرم. امروز آدزیف میخوند، شرح ها رو میخوند که کنی مردم چی گفتند، انسان هایی که خریدند آیا تعریف کردند یا اینکه گفتند مالش نمیشود. امروز همون آدزیف ها رو چیکار میکنند؟ میخرند بر دروغ. همین نجش است، نجشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل ما و شما رو منع کردند. یا اینکه بعضی صحیفه های است که صحیفه های مغازه هایی که آنلاین در اینستاگرام صحیفه میکشویند،
برای خودشان چیکار میکنن؟ پادپیسچیک میخرن، چند هزار پادپیسچیک میخرن تا اینکه مردم نگوید که او پادپیسچیک ندارد، یک مغازه چی نیست، واهمه میکنن، خودش رو گویا وانمود میکنن، نشان میدهد که همین خیلی محصولات های او خوب است و ارزشی خیلی بلند دارد و میزاجان خیلی زیاد دارد. بنابراین دوستان عزیز، ما باید در تجارت خیلی آگاه باشیم و هر آن عملهایی که مردم را فریب میدهد و هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل چیکار کردن؟ آگاه کردن و امروز ما فهمیده یا نفهمیده در همین کارها، در امروز آنلاینی خرید و فروش، تجارت هایی که آنلاین می شود یا در اینستاگرام می شود، در چه می شود، نفهمیده خودمون در همین کارهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را منع کردن به همون داده میشویم. الله تعالی رو دعا کنیم که تجارت ما و شما را تجارت حلال و پاکیزه گرداند و از راههای فند و فریب امروزه تاجران را الله تعالی نگهبان باشد و در کار و در مال و در تجارت ما و شما الله تعالی برکت دهد. تا نوار آینده الله نگهبانتون باشد.